حاضرین محترم، در دام 3 روز سفری نوبتی به چندین شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد ما با وضع رشد اقتصادی و اجتماعی و جریان کارهای سازندگی شناس شده یک چند انشاءات استحصالی و اجتماعی نوبنیاد را مورد استفاده قرار دادیم. چنانکه از مشاهده و تحلیل‌ها برمی‌آید در شرایط پهن‌شوی بیماری سرطانی کووید 19 شاخه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله ولایت سوغد تحت تاثیر پیامدهای منفی آن قرار گرفتند و حکومت کشور از روزهای نخستین پیدایش این بیماری همه چاره‌های پیشگیری کننده ضروری را عملی کرده این روند را ادامه داده ایستاده است. با تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری تاثیر بیماری سرطانی کووید 19 و ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان از جمله اقدامات ذکر شده می باشد که از جانب اهالی، رهبران و کارمندان کارخانه‌ها و صاحبکاران با خوشنودی پذیرفته شد. تطبیق سری وقتی تدبیرهای در این سند پیش بینی شده با نگاه داشتن سطح نیکوحوالی مردم مخصوصاً گروه‌های آسیب پذیر اهالی، دستگیری ساحه‌های علاهده اقتصادی ملی، صاحبکاران و کارخانه‌های استحصالی و تأمین بازار استعمالی با مواد نیاز اول مساعدت کرده ایستاده است. طوری که در مشورتی کاری گذشته ماه مارس سال جاری خاطر نشان کرده بودم، شدت گرفتن خفهای اقتصادی در جهان ما را وظیفه‌دار می‌نماید که در سمت پیشگیری کردن و کاهش دادن تأثیر آنها با اقتصاد ملی اینچنین جهت تقویت بخشیدن اقتدار اقتصادی کشور همه ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر سازد. یعنی معنی همین است که کرونا نه که زندگی حیات ادامه دارد، ادامه یافتنش در کار، زندگی کردن در کار، بنیاد کردن در کار، ساختن در کار، رو افتاده شدن در کار نیست. چگونه که در ولایت ما 3-4 روز دیدیم که چگونه دهقانان ما، صنعتچیان ما، صاحبکاران ما، مردم ما زحمت کشیده هم مواد غذایی استحصال کرده ایستادند، هم کارهای آبادانی و سازندگی را ادامه داده ایستادند. بار دیگر تاکید می‌نمایم که در چنین شرایط مسئولیت پیش از همه مسئولیت شخصی رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و شهر و ناحیه‌های آن در اجرای نشاندهنده‌های رشد اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شده باید باز هم بلند برداشته شود. طبق تحلیلات در ولایت بعضی مسائل موجودند که حل فوری می‌خواهند. مثلا نقشه جمع‌آوری اندازها از جمله انداز اجتماعی غیر بودجتی در 5 ماه سال روان 87.8% اجرا گردیده با بودجت 154 میلیون سومانی وارد نگردیده است. وقتی که بودجت اجرا نمی‌گردد نفقه، معاش آموزگاران، طبیبان را از کجا خدمتچیان دولتی را ما پرداخت می‌کنیم؟ حساب چی؟ حجم بیشتری مبلغ با بودجت وارد نشده با شهر و ناحیه‌های خوجند 38 میلیون سومانی، گلیسان 17 میلیون سومانی، باباجان غفور 16، پنجکین 12 میلیون سومانی و ناظرات انداز بارندگان کلان 34 میلیون سومانی راست می‌آید. بقیه قضی اندازها با در نظر داشت انداز اجتماعی در ولایت با سنه 1 ایونی سال 2020 با 86 میلیون سومانی برابر شده است. موجودیت بقیه قضی انداز در شهر و ناحیه‌های ولایت گواهی آن است که همکاری مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی با ساختارهای محلی کمیته انداز و اندازپارنده ها
قانع کننده نیست. یعنی به واسطه همکاری رئیسان شهرنایا با ساختارهای محلی کمیته انداز در سطح بسیار پس قرار دارد. کی از کارمندان ساختارهای انداز؟ اونایی که با بودجت های محلی جمع میکنن، بودجت های جمهوری مبلغ جمع میکنن. همه کار و فعالیت ما شما وابسته است از قسم درآمد بودجت. همینطور نه؟ چرا همکاری نکنیم؟ بنابراین برابران وزارت مالیه، کمیته انداز، خدمات گمرک، ولایت سود و شهر نایای آن سپارش داده می شود که جهت اجرای قسم درآمد بودجت دولتی از جمله اجرای سری وقتی نقشه های اندازها، تأمین ثمرناک قسم خراجات بودجت، کم نمودن خراجات دوم درجه، کاهش دادن حجم بخشی پولی های انداز، پرداخت سری وقتی مزد مهنت و نفقه، چاره های فوری اندش. همچنین وابسته با دیورسیفیکاسیون منبع‌های اندازبندی، کم کردن وابستگی قسم درآمد بودجت از حساب 3-4 سوبیکت خواجگی دار برای دریافت سرچشمه‌های نوی اندازبندی چاره‌جویی کرده شد. همزمان با این راهبران و مسئولان را ضرور است که در سمت فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاری و منتظم دستگیری کردن صاحبکاران، تشکل منبع‌های نوی اندازبندی و به این وسیله زیاد نمودن حجم واردات مبلغ و بودجت پیوسته چاره‌جویی نمایند. سفر داشتم به ناحیه دیوشتیچ بیمارخانه. حساب صاحبکاری وطنی زاده همین ناحیه بنیاد کرده شده است در حجم بیش از 8 میلیون سامانی با تمام تجهیزات حاضر زمان بنیاد کردن برای 60 نفر متخصص های تندرستی، کارمندان تیپ جای کاری نو بنیاد کرده به اختیار خودی حاکمیت نهایت تقدیم کردن. این کاری بد است؟ کی میکند این کاره؟ حالا که در همین وضعیتی حالا میگیم اما کرونا ویروس و کووید 19 و دیگر بلکه صاحب کارهایی که ما یک چند کارخانه های مرا پای 3 روز خردمیانه کار کردیم محصولات صاحب کشاورزی به ایستاده دادیم. هر کدام 30 40 50 جای کاری استحصال محصولات، مثلا با کار کردیم محصولات صاحب کشاورزی، میوه سبزیجات در ماه ینور مارس سال 2020 با ساحه‌های افزایش‌ناک ولایت با مبلغ 500 میلیون سامانی سرمایه وطنی و خارجی جلب گردیده است که 270 میلیون سامانی آن را سرمایه مستقیم خارجی تشکیل می‌دهد. تاکید می‌سازم که این نشان دهنده ناچیز است و کارها در این سمت باید تقویت بخشیده شود. یعنی من در نظر دارم امکانیت‌های ولایت خیلی زیاد است. حالا در ولایت 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری مورد عمل قرار داشته، در دایره آنها کارهای بنیاد و برقرار سازی با مبلغ بیش از 2.4 میلیارد سامانی به انجام رسیدند. وابسته به این کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایای آن وظیفه‌دار کرده میشوند که نظارت باصفت و در مهلت‌های مقرر شده تطبیق گردیدن لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری را جانانه نمایند. نظارت کنیم که باصفت بلند اجرا گردند. با در نظر داشت وضع امروزه یعنی تاثیر پاندمی کرونا ویروس و اقتصاد ملی، رهبران ولایت و شهر نایای را ضرور است که توسط جلب بیشتری سرمایه مستقیم وطنی و خارجی و تأسیس جایهای نوی کاری، افزایش دادن حجم استحصال محصولات صنعتی رقابتناک، صادرات آن و زیاد نمودن منبع‌های اندازبندی اعتبار اولین درجه داده در این سمت تمام امکانیت‌ها را استفاده برند. حالا در دنیا همین شب و روزا زیاده از 400 میلیون نفر آدمان بیکار ماندن با سبب همین ویروس کووید 19.
ما کوشش کردیم در کار که شهروندان ما شماره بیکاران هرچی کمتر باشه. در رابطه با این به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش داده می شود که دایر به اجرای کارها در سمت‌های ذکر شده با حکومت کشور منتظم حسابات دهند. در 5 ماه سال 2020 حصه ولایت سوخت در ترکیب حجم استحصال محصولات صنعتی کشور 51% و سرعت رشد آن 18% را تشکیل کرده است. البته این کار خوب لیکن امکانات ها باز زیادتر است. در این دوره در حدود ولایت 29 کارخانه با 370 جای نویکاری از جمله 10 کارخانه دایر به استحصال خوراکواری، 5 کارخانه دوزندگی، 10 کارخانه استحصال مسائل ساختمان تأسیس داده شده است که این نشان دهنده نسبت به امکانات و ذخیره های ولایت تماما پس می باشد. خاطر نشان می سازم که با چنین نشان دهنده ها در مهلت های مقرر شده رسیدن به هدف استراتژی صنعت کنونی با صورت کشور بسیار مشکل می گردد. تجربه نشان می دهد که در شرایط پنجشوی بیماری های سرطانی زیاد نمودن حجم استحصال محصولات وطنی و تأسیس جایهای کاری یکی از تدبیرهای اساسی و مهمی پیشگیری کردن پیامدهای منفی آن با اقتصادیات می باشد. در این راستا ضرور است که دایر به تأمین فعالیت منظم ساحه‌های استحصالی و پیشگیری از کارماندن کارخانه ها تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. تحلیلات نشان می‌دهند که در کشور تا اول ماه ایونی سال جاری در بخش استخراج معدن سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته 1.8% کاهش یافته است. علاوه بر این در ماه‌های ژانویه و می سال 2020 در یک چند کارخانه کارکرد گندم ولایت استحصال آرد به قید گرفته نشده است که این خیلی تشویش آور می‌باشد. وزارت صنعت و تکنولوژی نو وظیفه‌دار است که یکجا با رهبران و متخصصان ولایت و شهر و ناحیه‌های آن دایر به تأمین فعالیت دائمی اقتدارهای موجوده، تشکیل کارخانه و کارگاه‌های نو استحصالی، جلب سرمایه وطنی و خارجی و از حساب متخصصان محلی آماده نمودن کادرهای اداره کنی و مهندسی چاره‌های مشخص اندیش. در ماه‌های ژانویه و می سال 2020 از 676 کارخانه صنعتی ولایت با در نظر داشت کارخانه‌های موسمی 103 کارخانه فعالیت نکرده، 28 کارخانه با سبب فرسوده شوی تجهیزات، نداشتن فرمایشگر، قرضداری از بانک‌ها و انداز اینچنین بحث‌های سودی از فعالیت بازمانده است. با همراهی رهبری ولایت فعالیت کارخانه دوزندگی که یک چند سال از کار بازمانده بود دیده نمودیم. تمام مال و محصولاتی که استحصال می‌کند هم در بازار داخلی هم در بازار خارجی طلبگار بینیاد زیاد است. برای چی؟ اولا که از لحاظ اکولوژی صرف از پخته تازه، دیگرش که استانداردهای جهانی در جواب است. همین کارخانه ها در حدود ولایت مخصوصا شهر خوجند ما در نظر دارم کارخانه های صنعت سبک 10 عدد بیکار مانده. اینا رو بکار انداختن کن، همکاری کردن مانده کن، سبب هاش معین کنیم، کمک رسانیم به صاحب کارا. هزارها جای نوی کاری پیدا کردن ممکن به خراجات زیادتی. بار دیگر تاکید می‌نمایم که اندیشیدن تدبیرها در سمت برقرار نمودن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده، بنیاد کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی و تشکیل جایهای کاری، جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی و دریافت بازار فروش وظیفه اولین درجه رهبران وزارت صنعت و تکنولوژی نو ولایت و شهر ناحیه آن به حساب می‌رود. طبق معلومات آماری در ولایت در ماه‌های ژانویه و می سال 2020 نظر به همین دوره سال گذشته استحصال لباس‌های مکتبی 70%،
نان و محصولات نانی 54 نوشاکی‌های غیر اسپرتی 6 و کنسرو 7% کم شده است که چنین حالت نیز اندیشیدن تدبیرهای ضروری را تقاضا می‌نماید. در ناحیه جبار رسولov خانه یک تا مرد دیکاندار آمدیم. خودشان تیار کرده ایستادن کنسروهای میوه سبزیجات در حدود خانه. همین کارا در تاجیکستان در هر یک عائله تشکیل کردن ممکن. خودشان وای کردن که جناب عالی سال گذشته من 1000 بانک و کنسرو و شربت فروختم. غیر تامینات عائله ما. یعنی در بازار استعمالی طلبات با این نمودی محصولات خیلی زیاد است و ما قانع کردن نتوانسته ایستادیم. محصولات فراوان، بنیاد فراوان. زیرا تطبیق سیاست واردات عوض‌کنی یکی از وظیفه‌های مهمترین رهبریت ولایت سوق و شهرنمایی‌های آن اینچنین وزارت و اداره‌های داخلدار می‌باشد. با ضمن سفر کاری در ماه مارس سال جاری و چند روز آخر در ولایت یکچند کارخانه مجهز با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر استحصالی را دایر به کارکرد نهایی محصولات اتفاق کردیم. لیکن اینا کم. خوب است تکنولوژی وارد کرده هم پیش قدم ترین تکنولوژی‌های جهانی هم محصولات به صادرات علاقه رفته ایستاده است لیکن شمارشان بینیت کم است. استحصال محصولات با صفت و رقابتناک بازار فروش خود را چی در داخل و چی در خارج کشور می‌یابد و تشکیل چنین کارگاه و کارخانه‌ها باید از جانب ساختار و مقامات دولتی همه طرفه دستگیری کرده شد. یک چند کارخانه در همین سفر دایر به کارکرد مواد غذایی برای کودکان و استفاده داده شد. تمام جایگاه به استانداردهای جهانی آن چیزی برای نورسان ما در کار است. از چنین کارخانه را زیاد کرده ما در کار که طلبات بازار استعمالی داخلا تامین کرده توانیم. در رابطه با این رهبریت ولایت و شهرنمایی آن را وظیفه‌دار می‌سازم که با مقصد برآمدن گوناگون نوعی محصولات صنعتی تامین بازار داخلی با محصولات با صفت عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده در جریان استحصال محصولات نهایی جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و تجربه پیشقدم همکاری را با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران گسترش دهیم. همچنین ضرور است که یکجا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و بخش خصوصی لایحه‌های سرمایه‌گذاری بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی را تهیه نموده جهت دریافت سرچشمه مبلغ‌زایی آنها منتظم چاره‌جویی کرده شد. با مقصد بلندبرداشتن رقابتناکی محصولات وطنی و با در نظر داشت تامین نمودن رشد میانبرده ساحه انرژتیک و استقلالیت انرژتیکی کشور استحصال محصولات صنعتی باید با جلب تکنولوژی‌های کم مصرف برآورده شد. محض جلب تکنولوژی‌های پیشقدم بر رشد ساحه‌های کارکرد، افزایش اقتدار اقتصادی ولایت و تطبیق هدف صنعتی کنانی با سرعت کشور مساعده کرده می‌تواند. علاوه بر این در شرایط پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس کووید 19 و محدود شدن صادرات مواد غذایی از جمله گندم از جانب یک قطار کشورهای شریک ما اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای دایر به حفظ امنیت آزکواری مهم بوده. در این سمت استفاده همه امکانیات‌ها باید تامین کرده شد. ماه گذشته در مشورت کاری با رهبران و فعالان ولایت ختلان دایر به ثمرناک استفاده بردن زمین، گرفتن 3-4 حاصل، تشکیل ذخیره 2 ساله آزکواری از جانب هر یک عائله کشور و دیگر تدبیرها دستور سپارش‌های رهبر دولت داده شد. ما حول دهخانه وارد شدیم. علاقه کشتی اول جمع‌آوری شده است و در زمین نزد حولگی یک قسمش کشتی تکراری گذرانیده است. در حالت اوج گل است حاصل بندی و خودشان گفتند که جناب عالی من تا آخر سال هر سال از زمین 3 حاصل میگیرم اما میگوییم نمیشود.
کاری نمیشنگی نیست فقط ذوق داشتن من حاضر دیدم منطقه‌های کشتارهایی که هست زمین غلطانگی ها پخته رسیده است و جمع‌آوری کرده نشده است کی جمع‌آوری میکنیم زمین‌های آبی من در نظر دارم در زمین‌های آبی از زمین‌ها ثمرناک استفاده بردم من سپارش داده بودم من فقط یک چند خانه‌های نزد اولگی چی در شما در شهر باختر بودم از 16 ساعتی میگم که نمیشود 16 ساعتی زمین 35 تانه سبزوات دارم 35 تن ما شاهد بودیم همراه فرزنداش یگان کسی دیگر نیست نزد حولگیش تمام دوری سال میوه سبزواتی در تازه استحصال کرده با فروش میبرد از در خانهشون 1 کیلوگرمش در ماه دکبر ینور فوریه مارس تا 17 سامانی حاضر 5-6 سامان از در اولی گرفته رفته است حساب کرده برایتان اصلا ذخیره کلان ما این زمین‌های نزد حولگی در حدود ولایت 60,000 گکتار زمین نزد حولگی است بالای این جمع 17,000 گکتار زمین‌های پرزیدنتی این 77,000 گکتار 77,000 گکتار بسیار نه 15 سنتینری محصولات حساب کنید چقدر محصولات میشود در ولایت صدها هزار تن محصولات آذوقه‌واری استحصال کردن ممکن است که 1% معینی طلبات بازار استعمالی را یا که تامین آذوقه‌واری مملکت حل فصل می‌گردد این بسیار مهم است با دهقان‌ها کمک کرده مادر کن دیگر چی امکانیت شما در ولایت بسیار کلان مساحت 14,000 گکتار در زمین‌های آبی غله‌دانه کش کردید من دیروز پرسیدم گندم داریم خب گندم جمع‌آوری کرده گرفتید نه خب کشتی تکراری گذراندگی از 1 گکتار حاصل گندم چند گرفتید 35 سنتینر 35 سنتینر امروز در زمین‌های للمی حتی حدود ولایت از زمین‌های للمی به آب گرفته ایستادند این زمین آبی نیست از زمین آبی با نکم از 70 سنتینر حاصل گیرند دیروز من صحبت کردم در نزد شما دهقانی که خواجگی دهقانی نوعه جبار رسولو پرسیدم مکدان چند میگیری 15 تانه 150 سنتینر از 1 گکتار اما عالمان میگیم که نه نمیشود خودش جناب یار از 1 گکتار مکدان 150 سنتینر حاصل میگیرم 15 تن حساب میانه جمع‌آوری مکدان در ولایت همگی 50 سنتینر یعنی شاهای تخمی پروری را انکشاف دادند در کار 50% دیگر رئیس ولایت سال آینده کشت میدان غله‌دانه را کم میکنی در این زمین ها پخته کشت میکنید کارتاشکا کشت میکنید دیگر 50% حاصل تخمی اعلی صفت بیاریتان ریپرودوکسیون بلند کشت کنیتان که نکم از 80 سنتینر حاصل گیرید رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوت و شهر نایای آن نیز وظیفه دارند که با این مسئله جدی مناسبت کرده اجرای سری وقتی دستور و سپارش‌های ذکر شده را تامین سازند رهبران و مسئولان ولایت و شهر نایای آن را بار دیگر وظیفه دار می‌نمایم که کارهای فهماندگی را در بین اهالی وابسته به استفاده ثمرناک زمین‌های موجوده از جمله قطعه‌های زمینی نزد حولگی و یاری رسان مخصوصا زمین‌های پرزیدنتی تشکیل گرخانه‌ها و باز هم بلند برداشتن مدنیت استفاده زمین جانب نمایند برای هرچه بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی ضرور است که با مسئله کشت تکراری اعتبار جدی ظاهر کرده شد باید گفت که چنانکه نظارتی کشت کارتاشکا در خواجگی‌های جمع‌آوری ولایت معین نمود که دورنمای کشت آن 4,500 گکتار اجرا نشده است از جمله در خواجگی‌های جمع‌آوری شهر پنجکن 2,800 گکتار نایای دیوشتیج 1,400 گکتار و شهرستان 650 گکتار تعمیر نگردیده است
هرچند که بعد چینک نظارتی در شهر نویای ولایت 880 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده. حالا در میدان قریب 1800 گکتار کارتوشکا همچون کشتی تکراری ادامه دارد. راهبران و مسئولان را ضرور است که اجرای حتمی سپارش راهبر دولت را تامین نمایند. در 5 ماه سال 2020 کشاورزان ولایت به مبلغ 978 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 11% زیاد می باشد. هرچند که در گرخانه های ولایت به حالت 5 میلیون سال 2020 در میدان 26 گکتار سبزوات کیش شده 684 تن حاصل جمع آوری گردیده است، ولی این نشان دهنده حالا هم قانع کننده نیست. امکانیت است که هم خودمان را تامین کنیم، هم صادرات در فصل ترما و زمستان برآوریم. زیرا در ولایت برای در میدان بیشتر تشکیل کردن گرمخانه ها امکانیت زیاد موجود می باشد و با همین راه بازار استعمالی کشور را با محصولات خودی تامین کرده صادرات محصولات خوشصفتی از لحاظ اکولوژی تازه را افزایش دادن ممکن است. در برابر این ضرور است که برای ذخیره و نگهداری محصولات کشاورزی و تامین اهالی با میوه سبزوات در دوره تیرما و زمستان سرخانه های مجهز با تکنولوژی های معاصر بنیاد کرده شد. گرچند در ولایت با مقصد کارکرد اشیاء خام محلی و برآمدن صادرات محصولات وطنی یک چند کارخانه معاصر فعالیت دارد، اما اقتدار ساحه هنوز ناکفایه می باشد. در این دوره از ولایت محصولات کنسرو و خوشمیوه همگی با مبلغ 3.4 میلیون دلار صادرات شده است که چنین نشان دهنده با در نظر داشت امکانات های ولایت در این سمت قانع کننده نیست. با وجود دستور سپارش های پیوسته راهبر دولت آید به مسئله افزایش دادن صادرات در 5 ماه سال جاری صادرات پیاز و میوه نسبت به همین دوره سال گذشته کاهش یافته است. از تحلیلات برمیآید که اقتدار صادراتی ولایت تا هنوز به طور کافی استفاده نشده ایستاده است و چنین وضع از مسئولان اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. با اگنتی صادرات سپارش داده می شود که یکجا با مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی ولایت سوق و شهر و ناحیه‌های آن همکاری را با مقامات و سوبیکت‌های دخلدار کشورهای خارجی تقویت بخشیده حجم صادرات سبزوات و میوه و محصولات کارکردی آنها را افزایش دهید. شرایط امروزه اقتصاد جهانی ما را وادار می‌نماید که جهت هرچی کمتر کردن وابستگی کشور از واردات محصولات خوراکواری و تأمین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی استحصالی وطنی منتظم چاره‌جویی نماید. از این لحاظ راهبران و متخصصان و کشاورزان ولایت وظیفه دارند که توسط استفاده ثمرناک زمین‌ها و گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده حجم استحصال محصولات کشاورزی را بازم زیاد کردن طلبات اهالی را با محصولات نیازی اول هرچی بهتر تامین نمود. در ولایت با جلب صاحبکاران محلی و خارجی جهت بنیاد کارخانه‌های پرنده پروری و ماهی پروری یک سلسله چاره عملی شده ایستادند و ضرور است که آن کارها در این سمت باز هم جانا کرده شد. حاضرین گرامی، در دایره تطبیق سیاست سازندگی و بنیادکاری در مملکت از جمله در ولایت سوق در دوران استقلال دولتی هزارها انشاءات خرد و بزرگ استحصالی و اجتماعی ساخته به استفاده سپاریده شد. تنها در 5 ماه سال 2020 برای بنیاد انشاءات اجتماعی و فرهنگی و استحصالی از حساب همه سرچشمه‌ها 452 میلیون سومانی سرمایه اساسی روانه کرده شده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر ناحیه وصیت‌دار کرده میشوند که سری وقت و مقصدناک از خود کردن مبلغ‌های برای تطبیق لایحه‌ها جلب شونده با طرح زمانوی بنیاد نمودن انشاءات و بناهای با نقشه گرفته شده و استفاده ثمرناک آنها را جدی نظارت نمود. طبق نقشه در ساحه معارف ولایت برای سالهای 2016-2020 باید 61 لایحه
با مبلغ 430 میلیارد سومانی عملی کرده شد. در دوام 4 سال 77% آن اجرا گردیده است. وابسته به این رهبران ولایت سوخت و وزارت معارف و علم وظیفه دارند که با جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و اهالی دایر به بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نو و اجرای نقشه پیش بینی گردیده تدبیرهای علاوه گردیده شد. حفظ صحتی عامه و بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی به اهالی از جمله مسائلی می باشد که خصوصا در شرایط امروزه نهایت مبرم گردیده است و باید به این سمت توجه اولین درجه ظاهر کرده شد. حالا در ولایت 1114 مؤسسه تندرستی از جمله 1073 مؤسسه دولتی طبی و 41 مؤسسه خصوصی فعالیت دارد. ولی دسترسی اهالی مخصوصا ساکنان دیهات دوردست به خدمت‌رسانی طبی قانع کننده نیست. در شرایط پنجشوی پاندمی کووید 19 و التهاب شش ضرور است که تأمینات با تجهیزات ضروری طبی کلاً بهتر کرده شد. علاوه بر این تأمین مؤسسه‌های تندرستی با کادرهای بلند اختصاص، سطح دانش کسبی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه طبی و تشخیص و تبابت بیماری‌ها از جمله بیماری‌های سیراتی بهبودی جدی را تقاضا می‌کند. طبق معلومات در سال تحصیل 2019 و 20 در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا 2670 نفر، دانشگاه دولتی طبی ختلان 400 نفر و در کالج‌های طبی کشور زیاده از 13000 نفر جوانان ولایت سوخت تحصیل دارند. خیلی شماره زیاد. ولی تا امروز نارسایی کادرهای صاحب معلومات عالی قریب 800 نفر و کارمندان میانه طبی 456 نفر را تشکیل میده. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که یکجا با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایا دایر به حل این مسئله تدبیرهای فوری اندیشه. در 5 ماه سال جاری در شهر نایای ولایت 123 انشاءات ساحه تندرستی ساخته به استفاده سپارده شده است و در سال 2021 افتتاح باز 60 انشاءات تندرستی پیش بینی گردیده است. در برابر این 10 مرکز سلامتی و بنگاه‌های طبی اینچنین بیمارخانه و درمانگاه‌ها تعمیر طلب و بعضی آنها در بناهای نامطابق جایگیر میباشد. رهبران ولایت و شهر نایای آن را ضرور است که با جلب سرمایه وطنی و خارجی و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه جهت بنیاد انشاءات نوی تندرستی، تجدید و تجهیزانیدن مؤسسه‌های طبی تعمیر طلب و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی تدبیرهای تأخیر ناپذیر است. علاوه بر این مسئولان باید خراجات مقصدناک و سراغوی کمک‌های بشردوستانه، تأمین مؤسسه‌های تندرستی با تجهیزات طبی، دارواری و مواد بی‌ضررگردانی را جدی نظارت نمود. در این راستا وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار است که یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جریان تطبیق سندهای برنامه‌ای ساحه را زیر نظارت قطعی قرار دهد و اجرای با صفت آنها را تأمین نماید. با استفاده از فرصت مناسب به همه کارمندان ساحه تندرستی ولایت در نوبت اول به طبیبان و همشیرهای طبی که برای طبابت بیماران فداکارانه زحمت کشیدند اظهار سپاس می‌نمایم. ما و شما باید در همه گونه شرایط غیر چشم‌داشت همچون شخصان مسئول جامعه و ملت متحد و با ننگ و ناموس به خاطر باز هم استوار ساختن پایه‌های دولتداری ملی و آبادانی وطن عزیزمان یکدلانه سعی و تلاش نماییم. همه شما طبیبان و رهبران شهر نایه ولایت آگاه هستید که الکی اوج دومی کرونا ویروس در بعضی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل اوج کرده ایستاده است. یعنی ما همیشه خاطر جمع بودن ما در کار نیست.
ما پیش از همه مردم را فهمانیم ترغیب نماییم که قاعده های رعایه بهداشتی شخصی و جمعیتی را حتما رعایت کردن آماده کار گرچنده که در حدود ولایت و جمهوری بین یا در سطح پس قرار دارد ما آماده بودن آماده کار است سلامتی انسان از همه چیز قیمتترین مقدسترین فکری فرزندان را کردن در کار فکری همسایه را کردن در کار فکری ملت را کردن آماده کار فکری خلق تاجیکستان را کردن آماده کار در یکی از برآمدها وی کردم این کاری سهل نیست با این بیماری شوخی کردن هم در کار نیست تمام دنیا امروز حتی در امریکا موجود دیمش آماده بودن آماده کار تا پره از بین رفتن در جامعه جهانی ما باید هوشیار باشیم زیرک باشیم کار کنیم و رعایت نماییم حکومت کشور با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 5 ایونی سال 2020 وظیفه دار گردید که جهت تامین فعالیت منتظم ساحه‌های اقتصاد ملی دایر به جاری نمودن سبکی‌ها و امتیازهای اندازی و قرضی برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی صاحبکاری خرد و میانه طبقه‌های علیحده اهالی و ساحه‌های آسیب پذیر اقتصادیات چاره‌های مشخص است وابسته به این رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایاب وظیفه دار کرده میشوند که استفاده صرفه‌کارانه مبلغ‌های بودجتی راه ندادن به خراجات غیر مقصدناک و دوم درجه پرداخت پوره مزد مهنت کارمندان ساحه‌های اجتماعی نفقه جبران پولی و کمک پولی‌ها و بهسازی خدمت‌رسانی‌های طبی را تأمین نماید نظارت‌های صنعت و تکنولوژی نو کشاورزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایه‌ها وظیفه دارند که جهت زیاد نمودن استحصال و ذخیره محصولات نیاز اول بخصوص آرد روغن رسنی برنج و دیگر محصولات عوض کننده واردات و منتظم تامین کردن بازار داخلی با محصولات استحصال خودی چاره‌های سریع اندیشه همزمان با این با مقصد استحصال محصولات خوش‌صفت کشاورزی تامین بازار استعماری کشور با محصولات ساحل در همه فصل‌های سال مخصوصاً زمستان و بهار با مسئله بنیاد و استفاده مقصدناک سردخانه و گرمخانه‌ها و بلند برداشتن ثمرناکی آنها در خواجگی‌های جمعیتی و اهالی باید دقت اولین درجه داده شود. علاوه بر این خاطر نشان می‌نمایم که آمادگی همه جانبه با موسم تیرما و زمستانی در پیش ایستاده در نوبت اول آماده کردن مؤسسه‌های اجتماعی اینچنین با در نظر داشتی وضع بازارهای جهانی و احتمالی با وجود آمدن مشکلات در مسئله تأمینات با آذوقه‌واری در هر یک عائله برای 2 سال ذخیره نمودن مواد غذایی و رعایت صرفه سرشته‌کاری از جمله کارهای مهمی میباشد که باید زیر نظارت تمام رهبران و مسئولان قرار داشته باشد. حالا میوه سبزیجات ارزان ذخیره کردن ممکن هر یک عائله بنیاد ارزان فراوان هر یک عائله تشویقات کردن در کار که خریداری نمایند خوب ذخیره کنند کارکرد کنند مربا میکنند شربت تیار میکنند یا اینکه دیگر نمودهای محصولات سبزیجات را برای زمستان برای خودشان برای فرزندانشان آماده نمایند. در دنیا وضعیت بسیار مرکب است. من گشته برگشته تاکید کرده ایستادم همین سفری هم در همین اساس است. بسیار دشوار میشه تیرما و زمستان به نهایت زیاد برای همینم از زمین آب ثمرناک استفاده برید هر یک وجب زمین وقتی که حاصل جمع آوری میکنید غلطانگی‌ها اگر امکانیت خواجگی دیاکانی نباشد صاحب کارا مردم در تقسیم کرده دادن در کار برای زمین‌های بیکار مانده کش کنن برای خودشان گیرند سبزیجات کش میکنن غلطانگی کش میکنن از جمله لوبیا ماش مکدان شالی مردم فهماندن در کار وضعیت به درجه مرکب است در جامعه جهانی از لحاظ اقتصادی مالیوی و آینده خشکسالی‌ها بی‌آبی کمبارشی استحصال مواد غذایی کم میشه
بار دیگر رهبران ولایت شهر نایا جماعت‌های شهرک و دهات و فعالان را تاکید می‌سازم که تشبس‌های صاحبکاران سرمایه‌گذاران و اهالی را وابسته به کارهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال 30 سالگی استقلال دولتی همیشه دستگیری نمایند و برای آنها همه شرایط و امکانات‌های ضروری را فراهم آورند. حاضرین گرامی، در دوام سال 2019 و 6 ماه سال جاری سنجشات در سمت اجرای قانونگذاری عاید به مالیه و بودجه دولتی در شهر نایای خوجند، پنجکین، باباجان غفورов، اسوره، استرافشان، کانی بادام، بوستان، استقلال، جبار رسولов، عینی، دیوشیش و سپیتامین حالتهای تصرف و خراجات غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی را آشکار نموده در نتیجه 55 پرونده جنایتی آغاز کرده شده 14 میلیون سامانه ضرر آشکار و با بودجه برقرار کرده شده است. از جانب حکومت مملکت با مقصد پیشگیری بیماری سیراتی کووید 19 و فوراً برطرف کردن کمبودها در این سمت جدا نمودن مبلغ برای تامین تجهیزات طبی، دارواری و مواد بی‌ضررگردانی همه چاره‌های داخلدار عملی شده ایستادند. و سنجش‌های پروکوروری حالت‌هایی را آشکار نمودند که شخصان علاوه از وضع به میان آمده استفاده برده به فریبی استعمال کنندگان دست. مثلا مدیر انبار بیمارخانه مرکزی شریکان بادام مومینوف از تشکیلات جمعیتی امداد غیره 15 دانه لباس مخصوصی طبی را با مبلغ 120 سامانی خریداری نموده آن را بی اساس و غیر قانونی با نرخ 250 سامانی فروخته است. ساکن شهر اسوره پلاتوف باشد در دوام ماه سال روان به اجازتنامه مقامات دولتی و به تامین شرایط داخلدار به استحصال معلول طبی آنتیسپتیکی مشغول گردیده 22 ماه سال 2020 غیر قانونی 3200 عدد معلول آنتیسپتیکی قلبکی آماده نموده‌اش را در بازار شهر و فروش برآورده است. غیر از این او تکراراً 23 ماه سال روان 2400 عدد معلول آنتیسپتیکی غیر قانونی آماده نموده‌اش را با ساکن شهر اسوره جورایف با مبلغ 4320 سامانی فروخته است. در سمت ویران کردن قانونگذاری عاید به استفاده مقصدناک و ثمرناک زمین 446 نفر با جوابگویی انتظامی و 337 پرونده جنایتی آغاز گردیده 8700 گکتار قطعه زمین خودسرانه اشغال گردیده و غیر قانونی وابسته شده به حالت اوله برگردانیده شده. برای غیر قانونی دادن زمین و خرید فروش آن نسبت به 3 نفر شخصانی مسئول کمیته های اداره زمین 7 نفر کارمندان کارخانه واحد دولتی به خریداری مال و ملک غیر منقول 12 نفر کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی و جماعت‌های دهات و 17 نفر رئیسان خواجگی‌های دهقانی پرونده های جنایتی آغاز کرده شده. تحلیل وضع جنایتکاری نشان می‌دهد که در سال 2019 در حدود ولایت 6378 جنایت به قید گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 295 جنایت یا اینکه 5% زیاد میباشد. افزایش جنایتکاری اساساً از حساب جنایت‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته 178 حالت غارتگری 181 و خودسرانه اشغال نمودن زمین 84 حالت صورت گرفته است. جنایتکاری در شهر نایای اسوره 140 8 104 استرافشان 60 پنجکین 34 باباجان غفورov 33 عینی 30 بوستان 28 سپیتامین 18 خوجند 16 و استقلال 5 حالت افزوده است. در سال 2019 و 5 ماه سال روان از جانب مقامات حفظی حقوق ولایت 120 جنایت مربوط به معاملات غیر قانونی واسطه نشدار به قید گرفته شده از معاملات غیر قانونی 353 کیلوگرم چنین واسطه ها مساعده گردیدند. از جانب مقامات پروکراتور در سال 2019 189 و 6 ماه سال جاری 109 جنایت کورپسیونی و جنایت اقتصادی خصوصیت کورپسیونی داشته آشکار و پرونده های جنایتی
آغاز کرده شدند. حالت اجرای قانونگذاری در سمت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، همچنین اجرای استراتژی ملی عاید مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016 2020 در فعالیت ساختارهای حفظ حقوق، مقامات محلی حاکمیت دولتی، خود اداره کنی شهرک و دهات و دیگر سوبیکت‌های مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم مورد سنجش قرار گرفته در فعالیت مقامات حفظ حقوق ولایت و سوبیکت‌های عملی کننده استراتژی ذکر شده قانون ویرانکنی‌های جدی آشکار گردیدند. بنابراین تمام مقامات حفظ حقوق را ضرور است که من بعد نیست نظارت را در سمت تحکیم قانونیت، ترتیبات حقوقی و تأمین ولایت قانون جانان نمایند و جهت بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت ساختارهای خود تدبیرهای ضروری و سریع وقتی اندیشند. خصوصا مقامات پروکراتوره وظیفه دارند که نظارت را از بالای عملیگردانی تفتیش با صفت و همه‌جانبه حالتهای رو داده تقویت بخشد. حاضرین گرامی، حفظ دستاوردهای دوران صاحب‌سپاری کشور خصوصا در شرایط کنونی جهان معاصر که فضای سیاسی و اقتصادی آن و نظام مناسبت‌های بین المللی با شدت تغییر می‌یابد، از هر یک فردی با ناموس کشور بخصوص جوانان تقاضا می‌نماید که تمام نیروی جسمانی و ذهنی خود را به حمایت دستاورد مقدس‌ترین خلقمان، استقلال آزادی، تحکیم پایه‌های دولتداری ملی، بنیادکاری و سازندگی و رشد وطنی عزیزمان روانه سازد. باور دارم که ساکنان با ننگ و ناموس ولایت سوگ در آینده نیز برای رشد دولت صاحب استقلال خود صادقانه زحمت کشیده در پیشرفت و آبادی وطنی عزیزمان سهمی ارزنده بگذارند. هر یک شما رهبران شهر و ناحیه‌ها، ساختار و مقامات و فعالان وظیفه دارید که مردم را به زحمت سازنده و آبادگرانه راهنمایی و سفربر نمایید و در این جاده پیش از همه خودتان نمونه عبرت باشید. سلامت باشید.